در ماه آگوست سال روان در کاخ باربد شهر دوشنبه نمایشگاه یونیورسالی تاجیکستان 2018 برگزار گشت. در این نمایشگاه نمایندگان تجارت از افغانستان، کره جنوبی، ازبکستان، پاکستان، هندوستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، آلمان و تاجیکستان محصولات‌های گوناگون خود را به نمایش گذاشتند. سلام تماشابینان شبکه اگرا تک تیجی، با شما من یوسف عزیزم. ما امروز فقط درباره یک نمودی محصولاتی به نمایش گذاشته تکنیک ها صحبت میکنیم. در نمایشگاه از روسیه، قزاقستان، ترکیه و ازبکستان و چند کشور دیگر نمودهای زیادی نقلیات کلان، حجم و خرد، تکنیک خواجه قشلاق به نمایش گذاشته شده بود. در نظر از همه بهتر کشورهای قزاقستان و روسیه با تکنیک‌های کلان، حجم و خرد، اینچنین تکنیک‌های خواجه قشلاق به چشم می‌رسید. بار اول در نمایشگاه اتومبیل برقی الکترومبیل پیشکشی تماشا گذاشته شده بود که آن را نمایندگان کشور قزاقستان پیشکش کرده بودند و دقت من را نیز این الکترومبیل به خود جلب کرد که در بارش به شما نیز معلومات می‌دهم. شناسنامه الکترومبیل گرچند عالی نبود هم ولی صاحب احترام خاص گردید. ولی یک چیز مهمش به بسیاری معقول نیفتاد که این هم نرخی آن $33,000 به فروش گذاشته شده بود و امروز هم نباشد. فردا من فکر میکنم که ما باید به الکترومبیل نشینیم. مرحمت شناس شوید. جک IV7S. این الکترومبیل را در نمایشگاه شرکت سهامی گروپ کمپانی الیور قزاقستان پیشکش کرده بود. شرکت نام برده یکی از شرکت‌های بزرگ مملکت به حساب رفته به کشورهای بسیار از جمله تاجیکستان و روسیه تکنیک‌های خود را فروخته است و این است که پارک تاکسی‌های شهر دوشنبه از حساب اتومبیل‌های جک IV7S استحصال قزاقستان پورا کرده شد و تا امروز یگان شکایت شنیده نمی شود. در مملکت‌های پساشوروی قزاقستان یگانه مملکت است که به استحصال الکترومبیل شروع کرده است. اکنون کوتاه درباره این الکترومبیل معلومات پیشکش شما میکنم. در حالت 100% باتری ها قوت گرفتن میتواند تا 280 کیلومتر با سرعت ماکسیمالی 130 کیلومتر در ساعت حرکت کند. باتری های این اتومبیل در 7 ساعت میتواند پورا قوت گیرند. قوه را میتواند از رزدکه عادی که همه روزه استفاده میبریم یعنی 220 ولت گیرد. لیکمینش را قید کردنیم که در برابر آن که سوزشواری صرفه می شود، لیکن نرخ این اتومبیل به فکر من بسیار قیمت است. از این رو من خواستم دانم که برای چی نرخ این الکترومبیل اینقدر آسمانی می باشد. از روی فهمیدگی من سبب بلند بودن نرخ اکلومترها که در این اتومبیل نصب شده است بسیار قیمت بوده است و از روی حجم ماشین نرخ اون هم زیاد شدن می گرفته است و این اکلومترها در خطای استحصال می شده است. لیک از روی حرکت و یک قوه‌گیری نیز نسبت الکترومبیل هایی که در آلمان استحصال می شوند خیلی کم نیز می باشد. یعنی آنها می توانند در یک قوه گرفتن تا 480 کیلومتر حرکت کنند. مقصد من از معرفی کردن این الکترومبیل در آن است که به فکر من کشور ما رو که سوزشواری رو از دیگر مملکت ها می خریم و به استحصالات و اقتصادیات ما تاثیرگذاری بزرگ است، باید سر این مسئله نیز فکر کنیم. چون که بسیار از مملکت‌های دنیا با مانند خیتای، گالندیا، نروژ، کالیفرنیا و دیگر مملکت‌ها استحصال و استفاده الکترومبیل را پروگرام دولتی اعلام کرده همه طرفه استحصال کنندگان آن را دستگیری مالی می‌کنند. خیتای حتی برای استحصال اختراع باتری ها سوبسید از حساب بودجه خود جدا کرده است و از سال 2009 موافق پروگرام دولتی باید تاکسی های شهری، ماشین های باربر، الکتروبوس ها و الکتروسیکل ها از حساب الکترو به راه مانده شود و دولت این را زیر نظارت قطعی خود گرفته است. پونکت ها برای قوه‌گیری در هر گوشه شهرها ساخته شده است و من فکر میکنم که اگر تاکسی های شهری، اتوبوس ها و دیگر تکنیک های خدمترسان در نوبت اول الکترو کرده شوند، نرخ راهگیری خدمترسانی خیلی ارزان می شود و عالمان ما را نیز می‌باید که در این ساحه کارهای علمی به انجام رسانند و مثل که در نوار موسیقی تاجیک همه را با حیرت گذاشت، جوان تاجیک را با اسم مقصود سیدامینوف معرفی کرده بودم که این جوان تاجیک در دانشگاه تورنتوی کانادا به اختراع باتری‌های آفتابی مشغول بوده و به پیشروی‌های بزرگ هم مایل گشته است. اگر نوار را تماشا نکرده باشید تماشا کنید. باز یک چیز دیگر را گفتنی هم که با شنود من کسی اگر یک بار با الکترومبیل سوار شود در حال با او عاشق می‌گردد و حتما از اتومبیل به الکترومبیل می‌نشیند و آرزوی ما نیز این است. شما چی؟ در آخر به کانال اگرا تک تیجی ابونه و لایک موندن را فراموش نکنید. با ما باشید.